9 تیپ شخصیتی اصلی در جهان یافت می شود. این 9 تیپ که اصناف فرعی هم دارند، هم می توانند دچار تجزیه و انحطاط بشوند و هم می توانند دچار صعود و تکامل بشوند. یعنی هیچ تیپ شخصیتی لزوما در تمام عمر ثابت نمی ماند. می تواند رو به تلاشی و نزول برود و می تواند رو به تکامل و صعود برود. راه‌های صعود و تکامل و راه‌های نزول و تلاشی هم کمابیش معلوم شده است که چیست و با پیگیری خطوطی و مسیرهایی که این مکتب می‌دهد می‌توان فهمید که افراد از کجا به کجا عبور می‌کنند. من اینها رو به نحو خیلی اجمالی در اینجا معرفی می‌کنم. اولین تیپی که قائلند تیپی است که اون رو ریفورمر یا پرفکشنیست نام نهادند. خیلی سخت است که ما برای اینها یک معادل دقیق فارسی به دست بدهیم، همچنان که خود وضع کنندگان این عناوین و القاب هم در وضع این عناوین راه دقت رو نپیمودند. برای اینکه با یک کلمه، با یک واژه بر تمام ابعاد یک شخصیت اگر بخواهیم احاطه پیدا کنیم، انصافاً کار دشوار یا ناشدنی است. بنابراین چندان به خود واژه یا معانی تحت لفظی آنها توجه نکنید و به توضیحاتی که در اطراف اینها هست توجه کنید. این تیپ پرفکشنیست که ترجمه فارسی او می شود آدم کمال طلب سختگیر، تیپیست با مشخصات معینه. نوع سالم داره، نوع متوسط داره و نوع بیمار داره. هر یکی از این تیپ ها در حالت کمالیش یافت می شود، در حالت نرمال و متوسط هم یافت میشه و در حالت های بیماری هم یافت می شود. شخصی که حسابگر است، منظم است، منضبط است، دقیق است، سختگیر است، پابند به قیود اخلاقی است، در عمل و در برخورد با دیگران عبوس است و اصولی نامیده می شود، در موازین اخلاقی بسیار سختگیر است، آدمی است اهل کنترل عواطف خویشتن، کمتر خود رو رها می کند که دیگران پی ببرند که عواطف او چگونه است، دوگماتیک است، بی انعطاف است و البته اگر به حالت بیماری میل بکند نفاق و تزویر در او پیدا می شود، خود رو از دیگران برتر و جدا می بیند و تقریبا یک وجود بسته، یک قلعه بسته و محصوری رو تشکیل می دهد که از بیرون با دیگران فقط روابط سختگیرانه و عبوسانه و گاه مزورانه نشان می دهد و از درون هم بر خود سخت می گیرد و مقید به قیود اخلاقی یا قیود قانونی و امثال اینهاست. این تیپ رو تیپ ریفورمر یا پرفکشنیست نام نهادند. من الان معادل دقیق این رو در ادبیات خودمون، مخصوصا در ادبیات صوفیانه خودمون به دست نمیدم. شما حدس بزنید که چه کسی میتونه باشه تا بعد وقتی که تیپ‌های دیگر رو هم برمیشمارم رفته رفته اینها رو ما یک نیمه انطباقی بدهیم با شخصیت‌های شناخته شده و بعد نتیجه گیری هایی که باید بکن. تیپ دوم تیپ هلپر یا تیپ گیور در نامگذاری این فیلم. هلپر این آدم مشفق، آدم گشاده دست، آدمی که حاضر از خودش رو قربان دیگری بکنه، فدای دیگری بکنه. تیپ خادم، تیپ خدمتگزار و مهربان، بی توقع، نوع دوست، نیکخواه و در حالتهای مرضی البته گله‌مند از دیگران که چرا قدر او رو نمیدانند، چرا خدمات او رو به چیزی نمیگیرند و مهربانی‌های او رو پاسخ مناسب و مساعد نمیدهند. اما اون چه که بر تیپ مشفق
غالب است این است که حاضر است خودش رو فدا کند، خودش رو قربانی کند، در اختیار دیگران بگذارد و بدون رشوت، بدون علت، بدون توقع، بدون اجرت، بدون توقع مزد و پاداش با دیگران از در مهربانی و گشاده دستی و گشاده رویی درآید و باران صفت بی توقع بر همه ببارد. تیپ سوم که تیپ پرفورمر یا استیتوس سیکر نامیده شده است، یک تیپ شیفته خویشتن است. آدمی است که پرستیژ طلب است به طور کلی و هر چه که در راه این پرستیژ طلبی به کار می آید اون رو بی محابا و بدون معطلی به کار می گیرد. رقابت جوست، با دیگران راحت وارد عرصه رقابت می شود. خودنماست، در حالتهای افراطی مرضی حتی فرصت طلب است. اگر خیلی شدیدتر باشد له کننده دیگران است، زیر پا گذارنده حقوق دیگران است، به جلو رفتن و پیش رفتن و مطرح کردن خود و پیروزی خویشتن بیش از هر چیز دیگری می اندیشد و جاه طلب است به تعبیر خیلی ساده تر و از لحاظ فردی خیلی به خودش میرسه، از لحاظ جمعی تا جایی به دیگران میرسه که به درد او بخورن و اگر نخورن اونها رو رها میکند. تیپ چهارم تیپ آرتیست، تیپ هنرمند است. در بعضی از تعبیرات تیپ تراژیک رومانتیست، آدم رومانتیک، آدم افسرده، آدم دپرسیو، در این حال آدم مبدع، آدمی که درونگرا هم هست، در تیپ‌گرایی‌های یونگی، با خودشه و دائما در خودش زندگی میکند، با دیگران در درون ذهن مکالمه میکند، حرف میزند، یه دنیای ساخته و پرداخته خودش داره، ابتکاراتش برای خودش خیلی عزیز است، ولی از ایجاد رابطه گرفتن با دیگران نسبتاً عاجز است. خیلی راحت نمیتواند ارتباط با دیگران برقرار بکند و آدم بسیار حسی و شهودی است، یعنی چیزهایی که مستقیما و بیواسطه در اختیار قرار میگیره اونا رو بیشتر میفهمه. راههای دور و دراز رفتن و زنجیره از استدلالات ردیف کردن و افکار بلند یا عمیق یا پیچیده در سر پروردن حوصله این حرفا رو نداره. آدم بسیار عاطفی است، یعنی آدم بی‌عملی هم هست، چندان اهل عمل کردن نیست، بیشتر اهل ذوق ورزی است. زیبایی پسند است، آدم با ذوقی است، در حالتهای خیلی مرضی تا مرز خودکشی و اینها هم پیش می رود، به خاطر اینکه خودش را از دیگران جدا می بینه و از ایجاد نسبت با جهان بیرون از خودش نسبتاً عاجز است و جای خودش رو توی این دنیا نمیدونه کجاست، خودش رو گم میکنه، خودش رو غریبه در این عالم مییابد، اهل این عالم نمیبیند و سوالات و مشکلاتی دارد که معتقد است دیگران نمیتونن این مشکلاتش رو حل بکنن، جواب حرفای او رو ندارد. آدم رومانتیک، تراژیک رومانتیست، زندگی توأم با غم و اندوه و افسردگی و اینها هم داره. در حالتهای مرضی چنان که گفتم جدا شدن او از جمع و بیرون رفتنش زیاد است، دلهره و اضطراب بر وجود او حاکم است. تیپ پنجم تیپ ابزرور است یا تیپ فکور. آدمایی که فکورند و مشخصاتشون روشنه، در راکن، تحلیلگرند و نامتعارفند، خلاف عادتند، آنورمالند، مثل همه نیستند، با دیگران فرق دارند، تحلیلگران، مکتشف، ناقد، بصیر، متخصص، تا حد مقدور بی‌طرف، کنترل کننده عواطف خویشتن، اهل تحقیق، گاهی در حالتهای افراطی و مرضی برید از واقعیت و فرو رونده در افکار یا خیالات خود. عموماً یه نوعی ناامنی و اضطراب، پارانویا بر وجود اینها حاکم است. این ناامنی و اضطراب در چند تا تیپ البته جریان داره. در حالتهای مرضی خیلی میتوانند دچار وسواس فکری باشند، میتوانند بریده از جمع و بریده از واقعیت باشند. مهمترین مکانیسم دفاعیشون هم کنارگیری از دیگران است، خو کردن به خلوت است و امثال اینها. تیپ ششم تیپ لویالیست است. من اینها رو مرید صفت نام نهادم. آدمایی که شخصیت دیپندنت، یعنی متکی به غیر دارن،
علل اصول باید محو در یک کسی باشند، حل در کسی شده باشند. بسیار وظیفه شناسند اما خود آزارند. مازوخیسم در واقع در مورد اینها صادق است. رنج خود و راحت یاران طلب. آدمایی هستند که خودشون رنج میکشند برای اینکه دیگران راحت باشن، خدمت میکنن، حتی خوب بودن در چشم دیگران رو خیلی مقیدن، مبادا چنان عمل کنن که دیگران بد اونها رو بگن. خیلی کوتاه میان در مورد خودشون معمولا، اما اگر انتقادی گله‌ای از کسی بشنوند بلافاصله دست و پاشون رو جمع میکنن برای اینکه طرف مقابل رو راضی کنن، ولو اینکه به نارضایی خودشون منتهی بشن. یه تیپ منفعل مهاجبن، یعنی مصمم نیستن، یه وقتا خیلی حالت انفعالی نشون میدن، یه وقتا هم یک مرتبه و بی مقدمه و بی انتظار تهاجم میکنن و منتها صفت مشخصشون وفاداری است و البته مذبذب بودن و متکی به غیر بودن و بی تصمیم بودن و احتیاط بسیار زیاد داشتن و همواره خود رو متهم داشتن و حق رو از آن دیگران دیدن. تیپ لویالیست. میرسیم به تیپ هفتم که تیپ جنرالیست باشه. این تیپ جنرالیست مشخصاتش این هاست: آدم شیدا صفت، آشفته، پریشان، عاشق وش، در این حال بسیار دلخرج و البته پرکار، متنعم، لذتجو، تردماغ، چند استعداده، بی قید، بدون تقیدات معمول، اما آدم متفنن، اینکه به هر جا سری بزنه و از هر چیزی سر در بیاره و هر لذتی رو بچشد و ببرد، زندگی گرا و فزون طلب و البته در حالتهای خیلی افراطیش آدم سودایی، مالی خولیایی و مجنون وار. تیپ هشتم تیپ رئیسه، باس، آدمایی که حالت باسی دارن به اصطلاح، ریاست طلب، سلطه‌جو، مدیر و اینکه دیگران زیر دست آنها باشن، تحت فرمان آنها باشن، در شکل‌های خیلی قویش، ویرانگر، نیرومند، پرخاشگر، خیلی معتمد به نفس، شجاع، مدیر، مسلط، گاهی بیره، جبار، کار را انداز و برنامه ریز. اگر خیلی پیش برن حتی از بین برنده دیگران، حتی جنایتکار و حق دیگران رو ضایع کننده، اما در شکل‌های نسبتاً سالم و معتدلشون اون اوصاف نسبتاً نیکو رو دارن که گفتم. و بالاخره میرسیم به تیپ نهم که تیپ آخری باشه، تیپ پیس میکر، یعنی آدمای بی قید و آروم و آسانگیر و تنبل و خوشبین و صبور و در این حال بی مدعا و متواضع و آدمای معمولی، متعارف، خیلی فرقی با دیگران ندارن، توقع زیادی ندارن، بلند پروازی ندارن، قضا و قدری، اهمالکار، آسانگیر، تیپ پیس میکر. خب خیلی اینا رو به اختصار من عرض کردم. این تیپ شناسی جای خیلی تأمل دارد، یعنی خیلی توی اینها میشه مطلب در آورد و افراد میتونن روی خودشون مطالعه کنند و با این اوصافی که به دست دادیم هر کسی ببیند که بالاخره تو کدوم یکی از اینها قرار میگیره. ولی نکته‌ای که مهمتر از این تیپ شناسی است و حالا حرف من بیشتر اونجاست، این است که هر یکی از این تیپ ها سیر تکاملی دارد و سیر تنازلی و نزولی، چنان که قبلا عرض کردم. اینها رو من الان میخوام اینجا توضیح بدهم به اختصار. کند نزول او این است که به تیپ آرتیست نزدیک می شود و شخصیت او در اینجا کاملا می شکند و متلاشی می شود. اما به عکس اگر که صعود بکند و تکامل پیدا بکند، تیپ 1 به سوی تیپ 7 می رود که تیپ جنرالیست که توضیح دادم براش. همچنین از تیپ 5 که تیپ فکور است، اگر صعود بکند به طرف تیپ 8 می رود که تیپ باس است، یعنی مدیر و رئیس شجاع.
ولی اگر کسی تیپ 8 باشد و بخواد صعود بکنه به طرف تیپ 2 خواهد رفت که تیپ مشفق و عاشق است. در مورد همه تیپ ها این فرمول ها وجود داره و به طور کلی توضیح داده شده است.